این وقتی که داعش با خود گرفت، این چه علاقه دارد با تاجیکا؟ لب و کشور سلاخ هم باور کنید خیلی عصبی شدم من. سر رو بردارید، شما اینطوری مراجعت نکنید، شما بالعکس طلب کنید که چرا سود آشکار نمی شود، چرا ما اون دکزات رسوی که در با این شخص ها هستن این رو نمی بینیم. سلام علیکم دوستان و هموطنان. انا 4 روز از این ترک گذشت، روز از روز سوال ها زیاد شده است، ولیکن تا حال هیچ کس جواب نمی دهد. این ترکتی که گذشت یک متنی هست و این سودی که الان شده است این هم یک متنی هست. نمیفهمیم، سوال ها بسیار است ولیکن جواب نیست. جواب اینا یک تا هست. آنچه که برادران یوسف گفتند که یوسف را گرگ خورد و این چنین بر ما میگویند. این یک دروغ هست که بالاسف بعضی مردم هم باور دارند. و چیز دیگری فهماندنی هستم که بسیار مردم غلط میفهمند. وقتی که داعش این ترک رو با خود گرفت، مردم فکر میکنن این تاجیک، این ملت تاجیک گناهگار هست. و این دو چیزی هست که با خود یکجا نکنید، کلی نکنید. داعش چیز دیگر هست و تاجیک و ملت تاجیک چیز دیگر هست که اینا دور از یکدیگر رو و مخالف هستند و بدتر میفهمونن داعش کی هست و چی هست. و چیز دیگر این که ما نگاه میکنیم بسیار مردم بلاگرها برآمد میکنن، عذرخواهی میکنن و میگوین ملت ترور ملت ندارد و غیره و غیره. این به شکل عام است، ولیکن ما میخواهیم که وسیع‌تر کرده فهمانیم. هر یک چیز را با پالتوی خودش به نام خودش گذاریم. نگاه میکنین اونها در ویدیو ابرشینی عذرخواهی میکنن، لبا کشال سرا خمه. این چیه نفهمیدم من. این وقتی که داعش با خود گرفت، این چه علاقه دارد با تاجیکا؟ لبا کشال سرا خم باور کنید خیلی عصبی شدم من. سر رو بردارید، شما اینطوری مراجعت نکنید، شما بالعکس طلب کنید که چرا سود آشکار نمی شود، چرا ما اون دکزات رسوی که در با این شخص ها هستن این رو نمی بینیم، چرا اینها ادوکات ندارن و این رو طلب کنید. یا در کجای قانون نوشتگی است که یک شهروند جنایت کرد و دیگر همه ملتش با عذرخواهی میکنن و همدردی میکنن و سرشون خم لبا کشال؟ این در کجا نوشتگی، در کجا این هست؟ هیچ ملت این کار رو نمیکند. هم تاجیکا رو نگاه میکنه هم لباش کشال سرا خمه. ای بلاگرها، ای مردم، با شما چی شد؟ این سراتون خم لباتون کشال. ولیک شما طلب کنید این بچه که در بانیسا مرد نیور او رو زدن، او راه گشته نمیتواند، او نمیفهمد که چی گفت، میپرسد از ترجمان چا کردم من. او دختری که ترجمه میکند او هم میگه نمیدونم چی گفت و دپروس میکنن که این ورق از ایرپورت یک چیزای به معنی سوال میتن. این دلالت میکنه که بچه دور از این کارا. چی باید طلب نمیکنین که چی باید با شهروندان ما شما اینطوری معامله دارین؟ زدین که راه گشته نمیتوند. در این فشار تاکی که زدن باور کنین اینا نه تنها این ترک رو در کلا میگیرن، اینها لیلین رو میگن ما کشتیم و دیگر ترک رو هم در کلا میگیرن. این مشهور است، همه میداند این چیز رو. شما این رو طلب کنین. شاید باشد یک تا دو تا اینها داعشی باشد، یکی داعشی دور از ملت ما. و این همین در بلنسه که بود ویدیوش برآمد، این شخص یک موسیقی بود است برادر، ویدیو گذاشت و موزیک گذاشته است و شما فکر میکنید که این داعشی است. داعشی این رو مسلمان نمیسابند از سببی که این ریشی مردم رو میتراشد و موزیک در ویدیوهاش میموند پهم میکند. این واقعا مسلمان این رو نمیسابند. داعش یک بین ملت تاجیک و داعش از زمین و آسمان فرق دارد.
اینو یک جای نکنید. داعش اصلش این عربا هستند، از عراق پیدا شد و آنچه که میگویند سپیسلوژبای امریکایی و عراق و دیگرها سپیسلوژ این گروه رو ساختند و آنها دستگیری میکنند و سپیسلوژبای روسیه دستگیری میکنند. این چیز بحثای دیگر است، من در آمدن نیستم، ولی که ما گفتنی که این چیز دیگر هست و ملت تاجیک، دولت تاجیک تاجیکستان چیز دیگر است. این رو با خود یک جای نکنه. اگر شما گویید که در اونجا یک تا یا دو تا تاجیک بود با زبان تاجیکی گپ زدن در این ترور یا داعش، پس شما میدونید که در داعش از شهروندان روسیه از شهروندان تاجیکستان دیده بسیارترند. چرا تگده روزها عذرخواهی نمیکنن؟ در اونجا ملت ازبک هست، از تاجیک‌ها دیده روزها بسیارتر هستند و آنها اصل آنها اساسی آنها عرب هستند. و چرا من اینو هم گفتنی هستم؟ چرا که شما فکر نکنین که وقتی که داعش میگه این همین داعش هم در سر هر یک پیرو اسلام بپوشه. این داعش حتی مخالف با گروه های اسلامی دیگران، مخالف با دولت اسلامی امارات افغانستان و دیگر جاها. برای همین شما یک داعش رو به همه کلی نکنید. دوستان، هموطنان، بلاگرها، کمتر بیدار شوین، زیرک شوین، عقل خود رو کار فرمایین. شما بالعکس طلب کنین که کیست کی این عبداللهی که به اینها سلاح داد، پول وعده کرد، این رو طلب کنین و این داعش رو ملت تاجیک رو یکجا میکنین. این بیعقلی است. اگر اینطوری باشد، شهروند تاجیکستان یهودی هم هست، طلب کنید یهودی ها همه کسی جمع شوند که ما از روسیه عذرخواهی میکنیم. و وقتی که من میگویم که چرا تاجیکستان خپ دم نمیشیند، این به معنی که چرا تاجیکستان شهروند خودش را حمایت نمیکند. نگاه کنید این بچه را مرد نگار زدن، راه گشته نمیتوند. پس عجیب نیست که اینها ترک رو به خود میگیرن و مرده لنین رو هم به خود میگیرن که من کشتم میگویند. این تاجیکستان باید حمایت کند و طلب کند که چطوری اینها از روز جمعه، کسی در مسکو زندگی کرد میدوند که چی دشواری دارد از روز جمعه از مسکو بیرون برآمدن. این چطوری شد که اینها آزادانه تا دیگر جای رفتن؟ باید طلب کند حمایت کند از شهروندان خودش را. جنایت کرد نکرد دخصت رسوی باید طلب کند که نشان دهد. اگر آنها حکم کنند که با لباس حکم کنند، ما هم با لباس حکم کنیم که فیسبوک در این کار کوشش هست، ما هم میتوانیم از با لباس حکم کنیم. و دوستان، هموطنان، سبحان الله، این معامله روسیه، حکومت روسیه با مهاجران تاجیک پیش از این ترکت هم بد بود، ریپورت میکرد، دشواری ها به سر مهاجرین ما می آورد و بعد از این ترکت هم همینطوری هست و چندها برابر زیادتر است. این یک سیستم هست که بویگری تاجیکستان رو میگیرن و خونی ملت تاجیک رو میریزانن. اگر به شما تاجیک معقول نباشد، چرا به سویو به جنگ اوکراین میفرستید؟ چند مرده آنها آمدن. این یک نبلگدر سیستم هست که با ملت تاجیک دارد. این یک اشتباه کلان هست که تاجیکستان با روسیه سیازنیک هست. سبحان الله.